رو می‌آوریم با موضوع دیگر. پایوندان ایزات امون حامی حقوق مهاجران بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب‌های دروغین با نام و نسب‌های غیر واقعی نشوند و مبلغ‌های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف پسری ایزات امون روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده میگوید آنها بار نخست است که کمک خواهی دارند. ҳамкора Мирзонабии Холиқзод با نزدیکان ایزات امون صحبت کرد و این مسئله‌رو در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان ایزات امون مجبور شدند در طریق شبکه‌های اجتماعی مراجعت کنند؟ بله، طور نزدیکان ایزات امون میگن کار به جایی کشیده شده است که مردم به این صورت حساب‌های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. و میگوید پس از بازداشت پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و به دوشنبه انتقال داده شدنش، چنین نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پیدا شدند. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی ایزات امون در کانال‌های خود حرف می‌زدند، پس از چند روز با نام همون کانال سوء استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب می‌کردند. محمد یوسف خولوف روزی چهارشنبه یک نوار به رادیوی آزادی فرستاد و سبب مراجعت کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است. ما هر کاری که از دستمان آمد، خوب بعضی برادرها کمی هم باشد کمک کردند. خوب حالا هم با ما کمک لازم است. ما لازم داریم کمک های شما ده. از شما میnnتداری بار دیگر میکنیم که با ما کمک کردید. ولی ما آن مبلغ نهایی را منتظر ماندیم که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعدا به شما مراجعت کنیم. دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تا آخر همین ماه نهایت پرونده ایزات امون به دادگاه فرستاده می شود. آیا واقعا چنین است؟ ببینید، در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود. روز 25 ایول، یعنی بعد چند روز، به پایان می رسد. محمد یوسف پسری ایزات امون میگوید که ادوکات به او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت‌های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده ایزات امون خودداری میکنند. پسری ایزات امون میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض ایزات امون را 630,000 روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگن بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان ایزات امون به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود. تشکر برای صحبت. من یادرس میشوم که ایزات امون رهبر مرکزی توجیکان در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه ناپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کار داخلی او را به بازداشتگاه موقتی خود کشاند و در نسبت او با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد.